باشد. السلام علیکم هواداران تبی خوش و گوارا. تلویزیون آزیا اچ دی و آژانسی تنتنا که تجربه بسیار ساله تشکیلی و برگزاری توی چهاربینی ها خورسندی مردم را دارد و امروز خیلی در سطح عالی این معرکه را میگذراند، برای شمایان دوستان عزیز برنامه هجوی فراغتی گاب را پیشکش می‌نماید. می‌خواستم در آغاز چون آنها درباره همکاران و سرپرستان برنامه گاب گفته گذاریم. قهوه‌خانه طربخانه زیتون در کوچه سیردریا، مکانی بی‌نهایت برهوا و آرام، زیبا، طعام‌های با لذت اروپایی و ملی، نوشاکی‌های تشنه‌شکن، پیشخدمتان ما فرمایشتان را در یک میزبانی آماده می‌کنند. مرحمت نمایید دوستان عائلوی، با دوستان، با همکاران، شما مهمان دارید، پس مهمان نوازی خوبی تاجیکانه در طربخانه زیتون. استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو، نواربرداران کسبی با صفت اعلی، طریق تکنیک‌های زمانوی لحظه‌های بهترین حیات شما را باز هم خوش و خاطرمان می‌سازند. مراجعت و فرمایش از شما، کاربردکنی از استودیو عزیزان ویدیو. برای برگزاری چهاربینی‌های خرد و کلان پیدا کردن تکنیک آواز دیگر برایتان معما نمی‌گردد، چون که خوشنگ لیبل دوست عزیز مظفر جان صدا پرداز این معمای شما را حل و فصل می‌سازد. دوستان عزیز و ارجمند با می‌گذاریم با سرپرستان برنامه شرکت مال محصولات‌های گوشتی عزیزی، محصولات‌های عزیزی حسیب و حسیبچه‌ها با طعم ناتکرار زیبی دسترخوان ما و شما. عزیزی محصولات‌های ما از گوشت حقیقی آماده می‌گردند. خانه ای را ساختید و مسئله در و تیرزه با آمده سرگرم شدید، پس دوستان سرتان را نخورید، بهترش با شرکتی در و تیرزه های اکاپین مراجعت نمایید. با اندازه شکل های گوناگون فرمایشتان را با پروفیل های صفتاً اعلی آماده می نمایند. اکاپین انتخابی درستی شماست. یک قرصک برای سرپرستان و همکاران. تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان حج و خنده، چون که می‌بینید امروز ما مهمانان را به چایخانه زیتون دعوت کردیم، طربخانه انیخترش، و می‌خواستم یک به یک آنها را معرفی کرده باشیم. برخی از آنها را شما الکی می‌شناسید. شریف جان و مظفر جان دوستان ما از لایحه استنداپ. علاوالدین جان دوستی عزیزی ما، یک قرصکی ما. هنرمند کینو و تئاتر دوستی عزیزی ما، اکوی بسیار در فیسبوک فعال ما، میرزا عمر میرزا احمدov. اینها همکار. محکمی بهرالدین شاعری برنامه، خوش آمدید. گوری اسپا نفر یکی در برنامه‌های گذشته با سبب آنی که پوف کردن خواست دوستان شرکت نداشت. بهادر از جبار استودیو.
گفته خیلی ما دوستان عزیز و ارجمند به یک نفری که از دهه آدمانش بسیار زنده دل هستند دهه رومان خیلی ما نمیتونیم به رومان دوستان عبدالخلیل رومانی دوستی ما یک حجمنگار بسیار جوان حال خدا اگر خواهد بسیار قدم های استوار گذاشته شدند بلاگر های دعوت کردیم بلاگر برنامه به مثلا گریم بسیاریاتون می نویسن که اینو دعوت کن و اینو دعوت کن من همین یک تکلیف شما رو به نوبت گرفته فرخ سنگینов یک اجر بخزید بهرام ولیفم آمدگی بهرام ولی استاد سعدالله اکای قیژکچی یک قرصه هلال و دوستی عزیزی ما شاگردی عالم واحدوف یک حافظی که بسیار آوازی زور دارم من امروز باوری دارم که الیاس جان خدا اگر خواهد یگان تا سرود میخونن الیاس جان دوستی عزیزی ما خب بچه ها امروز ما حرکت میکنیم در اطراف موضوع های اینترنت تلفن ها کامپیوتر ها انا درباره انا همین یک صحبت کنیم یک لطیفه ها گوییم هم تو نمیرسه صحبت کرده لطیفه گوییم شما اینترنت تلفن گویید اینترنت به دوام داشتیم میگفتیم اینجا وای فای بی پلی او چتای میشه قیم جان لبای همین پیش از انکدوت گفتن اخت سریوز واقعه گفتی علاوه که شدگی واقعی شدگی کارهای شدگی همین یه روز زنش مهمانی آمده شد ها اینقدر عرب گفت آمده گفت همین مرشد که نبود پیاده آمدم گفت احمق قدر جا پیاده آمدی گفت نه تا نیمه راه آورده مانده استش به شرم داشته پیاده آمدم گفته شد یک زن به قیامت سر شد وای داد ها چه شده است تلفنم مانده برفته است ها پگه میگیری تلفن قدر قیامت نشده است من این شب چخیر خواهم میرم گفت است پیاده تلفن رو بیافته بید گفت است وای همین قدر پلی کلام کرده گفت 5 برابرش 100 تومن رفته تلفن ما واقعا امروز اگر تلفن ما در خانه ماند ما البته پس گشته تلفن میگیریم مثلا بهادر جان شما خانم تلفن موند و یک بار برنده برفتید گشته میبید میاخه ما اگر گشته نبیام خانه جنجالی سخت نمی آمدگی های هم بوده است می مخمی باریدیم اگر اینا تلفنشون گپتون روز اگر اینا تلفنشون خانه بمونه دیگه وای خانه به قدم نمیمونه خودش بابوی نه این مخمی باریدن سیت تلفنشون یادتش مونه دیگه میشه مقبقا وای هیان که بهادر جان وای بهادر جان آیلشان به نیا کنه سستا به نیا کنه تلفنشون خب نباشد یه لطیفه میگویم سانی شما خودتون ما میدونم که اینجا همه لطیفه دانو خلاصی گپ زنو شوهر بیمارخانه اومدن بیمارخانه دکترم دیده سودا سنیفت است که کنوی جام میبخشید و اکاش ما برونده استید گفت است شوهر کسلا برآورده زنک گفت است که کنوی اکو من شما با همین میفهمونم شما ناس فهمید روزشان کم ماندگی اما چیزی که خواهان مهربانی کنید تلفن خواهان تلفن اینترنت بشینن چسبیدشینن کارتم نباشد یعنی گفت وای فای راوتر گذرونده تید انا مثلا مهربانی کنید همه در همه وقت چای بیارگن چای بیارید آب خنک فقط همین فقط مهربانی کنید یگان خیلی سخت نرسید سخت گام نزد جانم فقط همین گپ کتی مایلش گفت براسیان رانده براستان شوش زنک دکتر چیه گفت شما میمور دید گفت است اصلی همون تیمی دکتر بانی صفتنو یعملی زنک آمدگی زنکی کلان سال آمدگی داد وای کنی دکتر یا با جهزن تون بچه مازش نیست اسو یعملی خیلی دکتر به دروادیان پیش دکتر به آدمی جراح میکرد دیگه اپراتسی و اون تو نگاه کرده سو یه دکتر منو نشناختید میگن دکترم تو نگاه کرده نه جواب دیگه کسی هم گفت یه من رئیسی گوس اگزامی اینا خی دیپلم اما خردی بدید گفت از خردی مرحبا شریف جان اون
دانشگاه به احتمالاً استودنتشان به سوال دادن که کنه می گوید که جزیه و همین دانشگاهی ما و داخل شدی چو و همین جو داخل شدی گفت ده داجینی سال نتیید گفت است درباره دانشگاه گفتنم یک تا آدم پسرش کشاله که دام کو جای نظم کار میکنن داملا همین پسرم گذاشتنش در کو یادم تید گفته کن چاتنگ وای کردیم اگه سوال همون نوبتش آمد داملا سوال داد سوال اهم آسان تر شما و همین شعری جوانی رفتی لایق شعریه کیم نویسته کی گفتی گفت وای بچه هم تو نگاه کن افضل شو شادیف بیست پروفسور اما اینستا پروفسورای بیست قوم که دیانو سمالیاتی نواب شنون دیانو گفتن که برای این سمالیات طلبه‌های شما باکدگی ساختگی من امیروز یکم شما پرواز میکنید که 19 تاش تپارت فرامدازی هست سمالیات یک تاش است sonra yaşlı sağoldas ki ha çuş değil. Şu anda metas imdiyor. Ben size metasam. İna gel şogirdi man soktu başta inde bir para toluyum. همین حاضر نگاه کنید اگر بسیاری منطقه ها با بوسکشی هاش ساسته بوسکشی میتونن اولاق میگیم سه تا اولاقچی زینالدین پولوان خوزیوای پولوان روزیوای پولوان که تیس یک است اسب کتی برافسیانو اما گدیت طرفای دلیانی بالا و پایان هم جانده اومده استان راه یک دختری که خوش رو برام دست زینالدین پولوان هم تو دیده من سانیتر رسانده میرم برفتن که تامفتیان با برفته انسان دو کسی ها رفته انسان با دختری که اول هم خوش رو برام دسته خوزیوای پولوان نگاه کرده روزیوای تو خودت برفتن گیر من سانیتر میرم فتیان روزیوای کو سان سوس چه میچ خلاقیم برافسوس یا دیگه دختری که همش هم خوش رو برام دسته روزیوای کرده همیشه رفتن گیرم که گنده خوش روش مرد با استار هم چطور استار رفتن گرد اسبم تو روزیوای تو رفتن گیر ما خودم یک دایره دیده یک چیز ایسان با آمد دایره دیده یک تا دایره چی بوده سو دایره چی بوده سو ناس میکشته سو فقط پوپسیده میکشته سو یکان بار نمیخریده کی میبینه یک تا ناسیده که ناس تا همین یک تا دی نمیخی بوده سی یک روز هستف جمع شده ایستادگی بوده سو اما دایره چی عدور نموده است بچه ها مسئولیت گفته است آزی آمده ناس پسد یکان تا ما نمیتیم ناس نیست میگوییم گفته و یا آمده تو بینت کار بیزیب چه ریچکچی و نگاه کرده ریچکچی که گفته است پگه خالی می گفته است ریچکچی هم فکر کرده است پگه توی هم نیست پگه خالی گم من توی به میبرده گفته پگه خالی گفت اخت ناس گرید گفته است ناس دیاد ناس هم تو گفته دام پارت من هم خالی اکا کارمند تیسل یکسر کار بیاد که تگی چی مسیو همکاراش تینجی میگفت حتی دختره که باندیتا خلاص کردن گفته است باندیتا چند کس بودن گفت دو کس گفت کیه و چخیل کی گفت خوشتومنم کی زنم گفته است نه درباره اینترنت گپ اساسیم هم تو گیریم اگر دوربین نمیریم من خودم گیریم اگر مثلا گیریم بسیارتر کدام شبکه به میدارید شما شبابه من فیسبوک واتساپ نه کدام شبکه نمیرم شما سبزک دی شما شب خمیرید مکو واپشه من خم میرم روزش که میگادید شب تو سر سیتی ابیت قتی خورویم ما همون لامپچ که سبزی که شما مراد سونی خم میرم که من مقیم کنی حکم میسم نمی مراد لامپ نه شما هم بسیارتر شبکه ها کدامش میگردید فیسبوک کای ندارم سبزک ما یک زیر بکنم که توپ گذاشته کپ کود نیست پگاش بس یکی سیاه هم میشه اما سینی سال رفتن گیرد تا سهر کپ کود میستند این جوان ها یک 40 بار دنابرا میکند گویی نه نمیکشد درامده برام نمیگیره همین بعضی ها تلفن کنی تلفن نمیبرد دارد خور رو تلفن خون بیرد او خود خورد تلفن کی وایبر رو دست چپ رو تلفن همه وقت تلفن دست شنده تلفن کنید نمیبرد دارد تلفن چه خیلی میگه آدم همین جوگی لوله میگیم چه میگیم لوله اکن لوله جوگی میگیم سرشون روسیه رفته سو اینو مادرشون با نویسیدن که و من کار نیاگانم وای نمیکنم دوام نمیتونم من اینجا کار کردم میگردم روسیه اگر با نویسوسی خیر نه بچم اگر تو نیاگانم رو دوام نتی من توی یوردیسک میدارم میخونه بعد عذاب میکشی گفتیا کنی بهادر جان یک تا ناوش شنویم یک تا ناوی تازه ایجادش شنویم یک تا همسایه ها بود است یک تا
odam onda hamma chis piston meguftadi. Tavaratona doda istid, techatona doda istid, degatona doda istid. Faqat hamin bo'ladi. Yaguz hamon любой чиза pusta biyot hamina istifoda burda olsa ham gufta megaronam gufta istam. Dara taxtakada ako kalantona doda istid gut. Ne man zamina kalanka dosa ham gut. To kaya mekunid. To shaba kalam mekunam gut. Ay xilba aratona doda istid. Yasto, imroz ma mehmon dorim Mirzo Marako. Kani Mirzo Marako ya rishtei sukhan lajomi sukhanش رو بسپریم. مخیم جان آخر وقتا می کوچو گشته نوشتگی چراست. اگه خیلی چشم میگیم آخر خیلی چشم شما برای آدمای فربیف دارد آمانی خراب بمی. همین پرسیده بیزار میکنن شما چی میخورید؟ چند سال باز افتادن یخیر اخیر گوید آوچه کلام هم یک تومور ماندگی بود. همین چشم نرسد گفته آویخته گشتی امنه. حاضر من خاطرم جمع. حاضر اکا پیشتر توموروس یک کنجا بودگی. ها. حاضر اینا 5 کنجا کنید اکا. چی بابا؟ آدمو گنده بسیار شوق‌آور آدمو با. من همین پایانی یوتیوب با گن نگاه کنید اگر شما شهرهای هم میخوندم می شهرهای. انا یک تاشون نوشتن که این لطیفه ها برای باغچه بچه ها نوشتن یک تاشون. خودم همین اوی کره بعضی لطیفه های اوی کنم تا حال میگم و تا حال معنیش بخودم نمیرم با. لیکن و آدم همین خیلی نوشتن. نوران علانور گفتم و دوامش هم تو بکنم یک زنک نوشتن که اینها آگوجو نوشتن. مویمی. موی. اما خواهرم با مخصوص برای اون کس میگیم که ما از خوجندی بوستون. من همین خوجندی بوستون قهوه خانه طربخانه زیتون مرحمت کنید آیا گوجوی کنید نباشید. آمده یک اشتراک کنن بینهایت نازم میشن. اینجا قهوه‌خانه زیتون ما نوجن ادین خاتون گید. بعدش همین شهرهای درباره‌اش گفتید که بعضی آدمای ما همین خیلده یکتاش بهادر جان و برنامه گپ شد داست میگفتنده. منم تو ایستان شما هم میبینید می بعضی گم نه من نمیبینم او پستوسی هم میگم. آدما با حیران میشید. من میرزا مرکوی خراب میگفتم. با بعضیشون گنده فربیش سوسیده. میگم من ده شما گنده خراب سوسید. اگر میونه محکم با این گاردگر سه مفته باشن. گنده محکم با این شما ده. گنده محکم سوسیده شما. دوستانی عزیز اینجا فرخ جان سنگینوف با همراهی بهرام ولیف مرحمت. من شما همین بلاگر اینترنت به من میبینم که بسیار چیگویم یک صحنه‌های عجایب میسازتون. واین میگویم آدم. این کلمه نام کتی واین آنامش. لایک میمونید میشم؟ لایک ها چی بانی؟ گجوبه. همونجا؟ مقیم جانکا شما هیچ وها و نوبت ندادید فکر کردید که وهای هم تو برای حسن جمالشان چیز دیگه نه واین حاضر واین نوبت واین نایش کن همین بلاگر هستی بتونی که بلاگر نمیفهمی اما بلاگر گیتام تو میمونی کو بلاگر میدونید می بلاگر هستی که بگوی مقیم جان گوید همین ما میگیم که همین بنا داوره اشتیم تو کس تاجیک گامزه هیچ کی نمیفهمدی که موضوع هایده هم تو مثلا من هلالدیم میگم هلالدین وای کارات سی شد گم اگر وای کارا وای نشد گفت فقط هر دو تا میفهمی تو فقط هر دو میفهمی دیگه همینجا هم تاجیک گاز داشتیم وای چه وای نشد گفت اگر وای برام وای کرد چون وای بود دست گفت این حالی وای بیو من وای حالی وای میکنم وای میشد داریم مثلا ما حال گرفت درباره اینترنت گفتم یک تا اویلا اندونزیا من اینترنت دیده işte نامی بچه‌نف چیز گوگل موندیان گوگل نفهمیده نوتبوک فلشکه falan это قصاب آخوجان این نوستی دیدن وقتی ایده زیرکو گفته نام بچه‌ن 19 میکرایون موندیان ده سویتی بوی خونه نیست انا خیلی فهم اتا ماده که میخواد عصباش وایران شده سو گفته باز همین روز تلفن کشته میمونم شاید خانو رفت سو زن نگفته است من تلفن کشتم اینترنت کشتم گفته است نواد و این دمشنی و تلفن شود گفته است من نیستم عموما من نیستم سو شب در آمده خونش به تلویزیون چه مونته شد دمشنی جرینگاس کرده است
یا مالی اون تو گوش کیسه الو ها شب خواننده شده است شادرک شده و من گفتم که من نیستم گفت نه وای من به تلفن شد درباره همین یکتاش تلفنی دماشین تلفن کده الو گفت سلام علیکم تو کی جانده گفت است دماشتی ها این دماشتی تلفن کرد تو جانده گفت یه دخترچه خیلی کوز زندگی سر شدگی زندگی شوهر کردگی و کالتا خورده خونده داشت بام داد نه اینو منو زده کموش من گفتم یادگر اینجا است تصمیمش گرفت خوبم داشتم زده است چون من سوسی گفت من وای زنش میزنم Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با توباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدار وردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. خوب تماشاگران عزیز و ارجمند بچه‌ها امروز میدونید مردمی زیاده و من درباره مردمی تاجیک در نظر دارم 90% آدما فقط به اینترنت حیاتشون چی تصور کردن نمیتونن شبم روزم اینترنت نداره شما اینترنت با یک میدارید شما تیک تاک با هید می کسال خلاصی گپ ما انا همین وابستگی یعنی که زنجیربند گردیدنی مردم با اینترنت گرفتیم در متن در کارکردی دوست عزیز ما اعظمخان اکبرов در هوای سروده ارتیست خلقی تاجیکستان مرادبک نصرالدینov در دل شبها متن شعر به فکرم از آن لایق شعر علی بودگی همینه گرفته اعظمخان یک کارکرد کردن به نهایت غلطی عجایب برآمده است میخواهم که برای شمایان عزیز ما بچه‌ها همین سرود را تقدیم نموده باشیم سرود در دل شبها نام دارد و آن نفرانی که دوی ما اینترنت بمیشنم نغزکک گوش کنیتون بله میدوزم همانا سوی تو نصف شب از خواب بیدار میشوم هر گهی گیرد خماری روی تو من گدا و ناز بردار میکنم من فدای ناز شیرینی تویم من گدا و ناز بردار
شب یاهی تو تنها در سرم عشق تو آغاز و انجامی من است روز و شب یاهی تو تنها در سرم یه بله ها من گدای ناز برداری تویم من فدای ناز شیرینی تویم من گدای ناز برداری تویم من فدای ناز شیرینی تویم من خزانم به رخی اینستاگرامم میدوم در انتها و صفحه ها تا ببینم چهره فیسبوکیت میدوم در انتها و صفحه ها تا ببینم چهره فیسبوکیت من فدای ناز من گدای ناز شیرینی تویم من فدای ناز بالینی تویم من گدای ناز شیرینی تویم من گدای ناز شیرینی تویم من گدای ناز شیرینی تویم مقیم جان مقیم جان هم تو خانه درایت است که دادات بگو اینترنت پلش دادگی می وای فای پلش دادگی می گفت ها بعد بگو دادگی گفتسو تو اپشش نمیخره سویت پلش دادگی نگفتن آدی یکتا گاو زدید سری سرودنده که 90% انسان ها همین مردم گرفتاری اینترنت گفتید اینترنت کسال گرفتاری اینترنت با داده شدگی گفتید اما اندگی 10%ش به فکر همون ناس و سیگارت به داده شدگی آده اندگی همون 10%ش همون زنش میترسیدگی همون ترسیدگی یه روز گفت مقیمکو چهار تا بچه‌ش دست دستش به تلفن گوید نگاه نمیکنه در درش به ما یکتا کوچه پشتنده کو راست رفته بچه‌ها میگن یگان تاش نگاه نمیکنه باب سیگنال زیر میگن اکو ترسون دید بداست فلان کوچه جنگین کای اومدیتون میگه یکتاش صاحب اتاج نگاه نمیکردسو وای فای میگذروندگی دویم اتاج فرانت بوداست که بیا شریک وای فای گذرونی گفت اوای نیمی پولش گفتسو چهارم اتاج برونت بالون گشتیم همین خیلی دگوار کرده میانو خودش بی پول وای فای کارفرما گشته مؤسسه اصلاحی با کمیسیه بیاد دراک شدگی دری کامیرا هوک شدگی همه گشته است چرا این دراک شدن اندگی گفت وای فای گذارم همه وای به اکو ویانده حبس کدیه همه ملت حبس کدیه همه شما به ویشات که ماندگی آدمای ما به ویشات که هم تو شتیانده اینها نمیگویزم میگه نه اینها وای فای صد دادگی ما لیکن اگر هم تو گیریم اگر شبکه مثلا اینترنتی با شبکه تیک توک های فیسبوک اینستاگرام و بسیار کو هم تو نگاه کنید همین جنگی بهادر خان کنی کی کدام شبکه بایی همین جنگی ها مثال بیاریم الیاس جان ایماده چون سببش هم گفته میگه همین بابا نواختازی همه فرام داشته ایما همه خیر که هم تو نمرش سخنیت کنید برام هم میگه اینا چوبه ایما میدونید می؟ اینا با اولین واحدوف ایما کرمان هلالدین چی هلالدین؟ توییتر boyum. Hilal'dinaka xuddi Alaoddinaka hadisho одноклассник. Shuna go'yid. Surudoyi ko'na ham bisyor ijod qildi men. Sadulla ko'p omading? اینا همون تلگرام به موندو همه چیزای اینترنشنال ده تپتر میگید هم تو نبار کنم اگه شما دینگ دینگ
درباره صادق ای صادقو وای فای یورتوننده درباره صادقو گفتیدو یکتا بچه خانه‌اش با همده بواش به نگاه کرده بوا شما یاش بوده که تاننده adına klasnik ve medaram dedi mi ya kontakt ve mi gör ma adına klasnik sam ki kontakt dedi turma daram dedi oy baromjon chi baromjon aqator namonan اینها تیک تاک هم چه گویی köte بمزه Farukjon chi Farukjon? Chi ba mi TikTok hamda masalan girib korobkaya mebiyordu. Raspakovka mı gördük? Kuşoduk şurada hani okuraş mı mebinam göç çok nesmiş adamın. TikTok mesela. Çünkü TikTok değil mi? Vaktaş kam köte. Sarosime. Aha, iyi yani man hangi chi? Akom az hali akırnaha omdaki ino primerine poçta ru değil mi? Peki aynen خودی فیسبوک boyun. SMS رو مولوک شدم به وقت نیست. اینو اصلاش بگیریم میگن ویروس اینو. تست توزه که میسید. نه شریف جان ببینیم شریف جان که حاضره ده کن. شریف جان به شما بهاتی. اكو ویروس شد اما آنتی ویروس شد نجده کار. نه شریف جان کانتاکت اینو. دویمو کانتاکت اند اینو. مظفر جان کتی. علاویدین با آمدیم دادم. علاویدین adına klasniki Hilalidin kedi گفتیم. نه هم تو کالاشونی بینم خود اینستاگرام باید. ولی آکالشون میخوای اینستاگرام دستش مو؟ استاد چه استاد من مهمان حضور دارم. استاد میرزا عمرکو منم. میرزا عمرکوی واقعا این کس بسیار فعال. من یک چیز گفته گذاشت. مسنجر یک چیز گفته گذارم اکو حالی نه آمده پیش گفتم که شما بعضی دیده میستید می اینا فیسبوک و درای دمی یک چیزای خوش رو پرافته ضرب المثل کنه که پیش اصلا کدو میپاتونیم. همین کدوی زندالو اینا شو کدو میپاتوید اینا همون سالی تولدشدگی خربزه نشدگی میدن نه تخم مسئله شدگی بود لیکن محکم جان خود اینستاگرام باین محکم جان اینو فلشکا اینو فلشکا دویمو شعر آوردیم استان فهمیدن زور گندی گندش اونو کنشتیان بهادر جان اینو یوتیوب حاضر دکار نینو چی بگویی مانیتیزاسیون کار نکردم بهادر جان شرایط شما چی اکو شما آدم بعضا و گم نمیذاره خب دوستان ادامه میدیم نباشد مظفر جان نه دو تا آشنا بودیم یکتاش بویچه یکتاش کامبغال چی سالی سریدنیده یکتاش بوی یکتاش کامبغال بویش تو سرخی زیخشته سو گفته است که بیاک آشنای کامبغال ما گفتم یک رفته یک علمش بیارم گفته رفت تو کامبغال آشناش گفته است که امشب خوب بینا مرسدسی پاسیدی مدل خریدیم و آپیش خونات آیسی بیسی میگذارم نمیدونم چه خوب گفت اکو کامبغالم فعلش اومدگی و نسرینش وایران این وقت دو روز میگذرد آشنای کامبغالش هم میگه که یک آشنای بوی میجزنم جیغ میزند و میبیاد میگه که گوش کن من امشب خوب بینم کازان کباب خودوسیام بعد مرغ شوربه همون خودوسیام یک روز دراز یک خودم کیف کردی اشتیام ده گداگر و بویشان گفت است که چون من جیغ نزدیکت بالکن یوکنم تو جینی میرسد که آنجا بینجا راه رفت سیو گفت است من خیلی اگه نزدیکم کارا زرم دستشون این کاری شدگی یا جای نکنیم اكو دورای پیش اكو حیاتم سالی واز میمدی کو استودنتام اكو مجبور احت دختر کی واخدگی اما خیلی سویدانه چیو شرایط اكو واز مینو اكو دخترم یک تانیت کنیم گفت است کلوب دورای پیش کلوب بایمو یعنی خاص وی فرهنگو میشد کو جو اكو رفتگی دو کس اصول کنه نگر یک مومنت به همین استودنت تو واش تو تلاپی غلطی داست بیهوش شده است بیهوش شده است یا مالی دختر اکو وای نپارنیتساش پانی کنده وای من نمورم اینو و چوکت یک استکان آب بیاری تو انقدر کاله براشه یا بوده نانم گر یک روز یک تا کسال پیش پسیخیاتر برفته سو پسیخیاتر به بایداشگاه پسیخیاترم تو خلاص من بعدش میفهمیدم خیلی گفته اتفاقا گفته فیگور کشته چیزی دیداست گفتم یک ماده کی بی عقلی یک قازداری زانتارز گفت قابلیت رحمتو ورقاند زیاد گفت
کارمند بدیه یک تا ماشین چارکوچکی به من کند سری رول به نگاه کند که کوچوک زور است سگ رول قبلی خیلی است تو هم نگاه کنه اون طرف نگاه کند یا شاید دیگه مرده خیلی است اما حاضر وقتی همین وقتی چسب پیک نخوادم رول کوچوک بتیه داخل چه خیلی کاری این گفت با خدا من نمیدونم منم همین راننده امت دست بردارم ایستادن این خب تماشاگران عزیز ارجمند همینطور با خنده و لطیفه گویی ها ما رسیدیم به فرجام برنامه به همه شما در فرجام برنامه خانه آبادی خاطر جمعی لبان پر از خنده رنگی هلال‌الدین آرزو دارم و باوری کامل دارم که شمایان عزیز البته پس از تماشای برنامه ما البته باز شرحهای خود رو البته زیر ویدیوی ما می نویسید ما البته تکلیف های شما رو به نوبت گرفته برنامه آینده رو نیز تعریض خواهیم کرد به همه شما خانه آبادی خاطر جمعی رو آرزو داریم دائما با تلویزیونی از HD باشید خیر از آشی پلاو آمد وای کنیه یعنی آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه